خب سلام دوستان، خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون. اگر این ویدیو رو میبینید بدونید که کانال قبلی من رو ریپورت کردن، ولی خب من کانال جدید رو راه اندازی کردم تا تکلیف کانال قبلیم روشن بشه و با قدرت تر ادامه میدم و خوشحالم از این موضوع که میدونم که کار من، راه من درست داره پیش میره، ولی از راهم نمی ایستم، ناامید نمیشم. این رو به شما هم میگم و همین اول کار بهتون بگم که به حمایت شما نیاز دارم. ما همه به حمایت همدیگه نیاز داریم. لطفاً اگر الان دارید این کانال رو میبینید بدونید که این کانال از نو شروع شده، نیاز به حمایتتون داره. لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره تا به زودی لایف ها رو بذارم. متاسفانه توی لایف هایی که میذاشتم ارزشی ها ریختن و ریپورت کردن و اتفاقاتی برای کانال من افتاده. تا تکلیف کانال قبلی روشن بشه ما اینجا ادامه میدیم پرقدرت تر. و توی این کانال حالا کسایی که جدید میان بگم که ما در واقع توی این کانال چی کار میکنیم؟ تحلیل ها، اخبار، خبرها رو اعلام میکنیم، خبرها رو جمع آوری میکنیم و به صورت خلاصه میگیم، امید میدیم بهتون و نمیذاریم که ناامید بشید. چرا؟ به خاطر اینکه اخبارهای متفاوت رو میشنوید، هر روز توی اینستاگرام دارید نگاه میکنید که نکنه ترامپ دست برداره، نکنه نزنه، به نظر چی میشه؟ تا 2 ماه دیگه طول میکشه، اینجوری میشه اونجوری میشه، اگه ترامپ ول کنه فاتحه همه خونده است. نه دوستان، اصلا همچین چیزی نیست و ما اینجاییم که در واقع بهتون کمک کنیم، به همدیگه کمک کنیم و تا آخرین لحظه، تا زمانی که نفس داشته باشیم ادامه میدیم و نمیذاریم این اتفاق بیفته. ما چه در داخل چه در خارج همه با هم متحدیم و اینکه تا ریشه جمهوری اسلامی کنده نشه مطمئن باشید دست بردار نیستن، نه آمریکا نه اسرائیل و همه اونهایی که دارن در پس پرده همچنان کمک میکنن به جمهوری اسلامی در نهایت به ما خواهند پیوست. خب خدمتتون عرض کنم که آمریکا روز گذشته یک بمباران سنگینی کرد از تأسیسات نظامی خاک و نکته مهمی که وجود داشت این بود که آمریکا تأسیسات نفتی خارک، با اینکه خیلی آسیب پذیره، ولی به تأسیسات نفتی خارک حمله نکرد. ترامپ گفتش که میتونیم حمله کنیم ولی حمله نکرد، چون روز قبلم گفته بود که بعد از جمهوری اسلامی این حکومت بعد از جمهوری اسلامی به این زیرساخت‌ها نیاز داره، مگر اینکه خود جمهوری اسلامی کاری بکنه که ما مجبور بشیم جوابشو بدیم. و 90 تا بمب ریخته شده در تأسیسات نظامی خارک و از بین بردن، تأسیسات نظامیشو از بین بردن. به نظرم این یه پیامی توش هست. این پیام اینه که ما اگر بخوایم از لحاظ اقتصادی جمهوری اسلامی رو فلج بکنیم که کردیم، میتونیم، ولی چون این زیر ساختای خودمون رو نمی کنیم. پیامش هم اینه که شما از حمله به تأسیسات نفتی و اقتصادی و پتروشیمی و کشتی‌ها، نفتکش‌ها، خطوط لوله دست بردارید. به نظر من این یه پیام واضح بود به جمهوری اسلامی که ما میتونیم به تأسیسات نفتی شما آسیب بزنیم، به سکوی نفتی، به خارک، پایانه نفتی خارک که بزرگترین پایانه نفتی ایران، عمده صادرات نفت از اونجا انجام میشه، یا به پالایشگاه ها، نیروگاه ها. میگن میتونیم بزنیم ولی علت این که نمیزنیم اینه که بعد از جمهوری اسلامی میخوای مردم ایران اینا رو داشته باشن، در حالی که جمهوری اسلامی عمده حملاتی که داره میکنه حملاتیه که به تأسیسات نفتی و نفتکش ها در خلیج فارس داره میکنه. جمهوری اسلامی دنبال اینه که جنگ نفت را بندازه، جنگ انرژی را بندازه در خلیج فارس. اصلا براش مهم نیست به نظرم زیرساخت‌های نفتی ایران از بین بره. جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست که دلش بخواد با اون ثروتی که در اون پایانه های نفتی است از بین بره. جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست سکوهای نفتی مورد حمله قرار بگیره، اصلا براش مهم نیست پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس که 50% بنزین ایرانو میده اون مورد حمله قرار بگیره. اصلا براش مهم نیست مثلا تأسیسات گازی عسلویه و تمام اون پتروشیمیایی که اونجاست مورد حمله قرار بگیره. چرا براش مهم نیست؟ اگر مهم بود به تأسیسات نفتی دیگران حمله نمی‌کرد.
حتی بعد از حمله آمریکا بازم دست بر نداشته، حمله میکنه. قرارگاه خاتم گفته که امارات اسکلو در واقع تأسیسات نفتیشو خالی بکنه. چرا؟ چون دلش میخواد یک جنگ انرژی را بیفته، یک جنگ نفت را بیفته، جنگ گاز را بیفته، بازار جهانی نفت و گاز دوچار بحران بشه، بعد آمریکا مجبور بشه که حمله رو متوقف کنه. چیزی که در نظر جمهوری اسلامی الان اینه که حمله متوقف بشه و جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست. یعنی میگه خامنه ای مرده که مرده، در واقع مردم کشته بشن. خودش هم بیش از 36,000 نفر کشته دیگه. حتی اگه تمام زیرساختای جمهوری اسلامی نابود بشن بازم براش مهم نیست. میگه من بمونم. چیزای اقتصادی هم منحل شد که شد. 2 تا فرضیه برای خودش در نظر گرفته. میگه یا من میمونم یا سرنگون میشم. اگه موندم که جزیره خاک خورده، پالایشگاه پتروشیمیا خورده که خورده، اصلا مهم نیست. میگه من بمونم، مهم نیست بعدن اون حالا یا درست میکنیم یا نمیکنیم، چون زندگی زندگی مردم هم براشون مهم نیست. حالا دومیش چیه؟ میگه خب اگه من سرنگون بشم، میگه اگه دیگی برای من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه، اصلا مهم نیست. من دارم سرنگون میشم، دیگرانم باید سرنگون کنم، همه جا رو باید داغون کنم. میگه من نباشم دیگرانم نباید باشه. جمهوری اسلامی مسیری داره میره که زیرساخت‌های ایرانو داره به خطر میندازه. امیدوارم قبل از اینکه زیرساخت‌ها در اثر این جنگ آسیب ببینه جمهوری اسلامی سرنگون بشه. ترامپ گفته که ما بزرگترین بمباران هوایی رو در خارک انجام دادیم و گزارش اومده که به کارمندا و کارگرا جزیره خارک خروج نمیده و عادی سازی دارن میکنن. حالا سوال اینه که آیا احتمال تصرف جزیره خارک وجود داره یا نه؟ خب بعد از این قضیه بله، یعنی وقتی که آمریکایی‌ها تأسیسات نظامی اونجا رو زدن و با تحرکاتی که دارن نشون میدن، بله ممکنه نیرو پیاده کنن و 2-3 جا رو برای خودشون بگیرن تا جمهوری اسلامی شکست بدن به صورت موقت، نه اینکه بیاد اونجا رو کامل بگیره و تفنگداران آمریکایی بیان پیاده بشن و صادرات نفت جمهوری اسلامی هم حتی اونجا کامل، درآمد جمهوری اسلامی رو کامل اونجا قطع بکنن. و در تنگه هرمز، اطراف تنگه هرمز هم این امکان داره که تفنگداران آمریکایی پیاده بشن و جلوی حملاتی که از اونجا میشه رو به تنگه هرمز میشه رو بگیرن، یه بخشی شاید حداقل. آمریکا داره برای خیلی چیزا آماده میشه. داره به ناو یو اس اس پولی که در ژاپن بوده، یه ناو خاکیه و دستور داده بیان. بین 2500 تا 5000 تفنگدارم داره که به اونا گفتن بیان و هدفشون هم که به شکل محدود تفنگداران دریایی آمریکا که خودشون یه نیروی بزرگن در آمریکا، تفنگداران دریایی آمریکا، بیان پیاده بشن، یه مناطقی رو بگیرن و از اون برای شکست دادن جمهوری اسلامی استفاده کنن. یکی این که درآمدش رو قطع کنن، 2 این که در تنگه هرمز مستقر بشن و جلوی این حملات جمهوری اسلامی به کشورها رو بگیرن. این 2 تا جا یکی از جاهایی که احتمالش زیاده ولی هنوز قطعی نیست. آمریکایی‌ها گفتن که ما تفنگداران دریایی رو میاریم، ناو یو اس اس تریپولی هم داریم میاریم که بخوایم این کار رو انجام بدیم و جمهوری اسلامی رو در خلیج فارس دیگه نذارن تحرک داشته باشه. الان یکی از معدود جاهایی که جمهوری اسلامی داره معادله رو ادامه میده همون خلیج فارسه و ناامن میکنه، چون موشک پرانی جمهوری اسلامی به اسرائیل دیگه از کار افتاده. یعنی تک و توک دارن میزنن ولی اثری دیگه نداره. دیگه اون موج 200 موشک و 300 موشک نیست. هر موقع میزنن 2-3 تا موشک میزنن. سامانه‌های پدافندی اسرائیل عمدش هم دفن میکنه و تموم. ولی اون مسئله‌ای که دارن میگن ما اسرائیل با پهباد موشک مورد حمله قرار میدیم دیگه حل شده و بحرانی نیست. الان تمرکز آمریکا روی خلیج فارس و مانع حملات
جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه خلیج فارس بشه و ثبات رو توی اون قسمت تا حدودی بیاره. برای همین ناوشو داره میاره. سنتکام هم تایید کرده که ما این ناوگروه آمریکا رو درخواست کردیم و پنتاگون موافقت کرده و داره میاد. و ترامپ اینجا در مورد مردم ایران یک صحبت جالبی کرده، با رادیو خبری فاکس نیوز مصاحبه کرده. گفته این روند سرنگونی جمهوری اسلامی ممکنه زمان بر باشه. برای مردمی که سلاح ندارن عبور از این مرحله کار دشواری است. مانعی پیش روی اونهاست، اما این کار اتفاق خواهد افتاد. نگاه واقع بینانه‌ای داره. میگه ما کمک میکنیم سرنگونش کنید. کار ساده ای نیست، ولی میگه اتفاق میفته. همزمان با ترامپ دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی اومده گفته که ما آماده ایم به محض اینکه حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شد، دولت موقت و گذار بیاد اداره امور کشور رو در دست بگیره و خلایی ایجاد نخواهد شد. البته شاهزاده گفته سامانه گذار از دولت گذار بزرگتره. منظور چیه؟ دولت گذار خب همین دولت موقتی که وزارت خونه خواهد داشت، نخست وزیر خواهد داشت، میاد اداره کشور رو به عهده میگیره تا زمانی که اون انتخابات برگزار بشه. ولی سامانه گذار بیشتر از دولت گذاره. سامانه گذار شامل 3 نهاده. یکیش دولت گذاره، یکیش یک شورایی هست که شورای خیزش ملیه که نقش قانونگذار موقت رو خواهد داشت و نهاد مشورتی برای شاهزاده، و یکی هم دیوان گذار که قوه قضایی موقته خواهد بود. و این 3 تا زیر نظر شاهزاده کشور رو اداره میکنن تا همه پرسی تعیین شکل حکومت برگزار بشه، مردم بگن پادشاهی یا جمهوری، بعد انتخابات مجلس مؤسسان برگزار بشه، اونا قانون اساسی رو بنویسن و بعد از اون همه پرسی تصویب میشه مال قانون اساسی، همه پرسیش برگزار میشه، مردم قانون اساسی رو تایید میکنن و بعد هم اولین انتخابات برای پارلمان دولت بر اساس قانون اساسی جدید و بعد از اون هم با انتخابات و دولت گذار مأموریتش تمام میشه و میده به دولت بعدی. شاهزاده گفته که سامانه گذار به محض اینکه جمهوری اسلامی بره اداره کشور رو در دست میگیره و اونجا هم گفتن یه برنامه‌ای تهیه شده، پروژه شکوفایی زیر نظر دکتر سعید قاسمی نژاد اگه اشتباه نکنم، ایشون در واقع پیگیریش رو انجام میده و عملیش میکنه، که دفترچه دوران گذار هم در واقع تهیه کردن و یک برنامه‌ای که برای بعد از جمهوری اسلامیه. و بعد هم شاهزاده گفته که شناسایی افراد شایسته در سامانه گذار در حال انجامه، یعنی کسایی که قراره در دولت موقت گذار باشن شاهزاده داره میگه دارن شناسایی میشن، کسایی که توی اون خیزش ملی باید باشن دارن شناسایی میشن. اما راجع به حملاتی که به جاهای دیگه شد، غیر از این حمله‌ای که به خارک شد، به جاهای دیگه هم حمله شد. آمریکا و اسرائیل میگن تا حالا 15,000 هدف رو زدن، 90% توان موشکی رو از بین بردن، 95% توان پهپادی رو از بین بردن. شلیک موشک به اسرائیل ادامه داره ولی اثری نداره، یعنی ولی نهایت زورش همون شلیک به کشورهای حوزه خلیج فارس. و چون جمهوری اسلامی داره از جزیره ها استفاده میکنه، یکی اونجا هم دارن از بین میبرن. مثلا نافتیپی که در جزیره قشمه، اون رو در واقع از بین بردن. جمهوری اسلامی گفته که کشتی‌های هند و چین اجازه داده، یه سری‌ها رو داره اجازه میده و یه سری‌ها رو اجازه نمیده، که آمریکا هم گفته ما آماده ایم برای اینکه ساپورت کنیم و اسکورت کنیم کشتی‌ها رو. ارتش اسرائیل هم که بمباران مراکز سرکوب داره ادامه میده، اعلام کرده که در ساعات گذشته مقر اطلاعات قرارگاه خاتم الانبیا رو بمباران کرده. قرارگاه خاتم الانبیا یکی از قرارگاه‌های جنگیه، مهمترین قرارگاه‌های جنگیه. در تبریز 7 تا 8 انفجار بوده، کارخونه ایدم و تأسیسات بولبورینگ سازی، اونجایی که در واقع
تأسیسات نظامی اونجا بودن و کارهای نظامی اونجا بودن مورد هدف قرار داده. در تبریز ساعت 6:30 صبح چندین انفجار بوده. در گلشهر کرج ساعت 1 بعد از ظهر انفجار بوده. در اهوا ساعت 1 بعد از ظهر انفجار بوده. پایگاه نیرو دریایی سیرجان مورد هدف قرار گرفته چون لانچر بوده در اونجا. ساعت 12 ظهر بهارستان اصفهان بمبارون شده. حمله شده به مراکز نظامی خیزاب خمین و متقابلا هم جمهوری اسلامی به یکی از شورای همکاری خلیج فارس دوباره حمله خواهد کرد که همونطور که گفتیم به امارات گفته که خالی کنید اسکلهاتونو و یه سری جاها رو حتی پرتاب کرده موشک. حتی عربستان هم رهگیری پهپاد موشک داشته. در فجیره امارات هم آتش سوزی رخ داده. فجیره فکر میکنم جاییه که اماراتی‌ها نفتشون از خلیج فارس دور میزنن میبرن از دریای عمان میبرن میدن به کشتی‌ها و جمهوری اسلامی به اونجا حمله کرده که مانع صادرات نفت امارات بشه. و در واقع تبریک هم که گفته بودن فکر کنم پادشاه امارات بود به مجتبی خامنه‌ای، چند ساعت بعدش یا فرداش فکر میکنم حمله هم کردن. جمهوری اسلامی در واقع عمان زد. قرارگاه خاتم میگه که آمریکا جزیره ابو موسی رو هم زده ولی آمریکایی‌ها نگفتن. در جزیره ابو موسی تیپ تفنگداران دریایی سپاهه که البته اسمش تیپ تفنگداران دریایی، چون زمانی که میگی تفنگداران دریایی یه چیزی مثل تفنگدارای دریایی آمریکا میاد تو ذهن آدم که اینا اونجوری نیستن، اینا خیلی خیلی افتضاح‌تر از این چیزان و اون استانداردها رو ندارن. البته افراد شریف و زحمتکش و با شرف باز هستن در نیروهای نظامیمون که درود میفرستیم به همونها. در بغداد هم به سفارت آمریکا حمله کردن طرفدارای جمهوری اسلامی، همین حشدالشعبیا، و چون آمریکایی میاد مدام بمبارونشون هم میکنه کاری از دستشون بر نمیاد، میخوان به سفارت حمله کنن. چند تا موشک دیگه به سمت اسرائیل زدن که به جایی نرسیده. عراقچی هم که گفتیم تحرک دیپلماتیک نداره، زنگ زده وزیر خارجه سریلانکا. دفعه قبل هم زنگ زده بود به وزیر خارجه سنگال و قبلتر از اون هم زنگ زده بود به وزیر خارجه کوبا. حالا کوبا حکومتش داره سرنگون میشه. رئیس جمهورش که به جای برادرش کاسترو اومده گفت ما بعد از این تحریم و اینا نمیتونیم، میخوایم با آمریکا مذاکره کنیم، انتخابات آزاد بذاریم. کوبا داره بدون جنگ تسلیم میشه. ونزوئلا با جنگ تسلیم شد، یه نفرشون رو برداشتن. جمهوری اسلامی یه خورده میخواد موقعی که خودش غرق میخواد بشه یه سری تأسیسات و این چیزا رو هم با خودش خراب کنه که امیدواریم جمهوری اسلامی سرنگون بشه و فرصت نکنه این تأسیسات رو از بین ببره. به هر حال عراقچی اون تحرک دیپلماتیکه تا الان داره، زنگ زده به وزیرهای خارجه سریلانکا کوبا و دیگه فرصت تحرک قبلو نداره، مثل جنگ 12 روزه رو نداره. چرا؟ چون زمانی که اونجا میرفت الان سپاه کاری کرده که تمام این کشورها دیگه دشمن جمهوری اسلامی شدن. قبلا عراق و امارات و ترکیه و اینا میتونستن یه کارایی بکنن، الان اونجاها هم دیگه نمیتونه بره چون سپاه داره همینطور موشک میزنه. اما در قضیه لبنان اسرائیلیا دارن برای حمله زمینی آماده میشن. نتانیاهو راندربرن وزیر استراتژیک اسرائیلو کرده مسئول پرونده لبنان و میخوان تا رودخانه لیتوانی هم برن و تصرف کنن، چون خلع سلاح حزب الله توسط دولت لبنان انجام نشده. اینا میگن خودمون باید انجام بدیم. درگیری اخیرم حزب الله شروع کرد، مثل درگیری 2003. هم جنگ 2023 رو حزب الله شروع کرد، هم الانم حزب الله شروع کرده. در واقع اسرائیل هم به لحاظ حقوقی و موقعیت در وضعیت برتریه. میگه من کاری نداشتم، اینا به من حمله کردن.
این سومین جنگه که حزب الله مردم لبنان رو میبره و اگر دوباره جنگ بشه اقتصاد لبنان و زیرساختهای لبنان هم دوباره آسیب میبینه. دولت لبنان هم شاکیه ولی خب زورش به حزب الله نمیرسه. در آمریکا هم لینزی گراهام از ترامپ حمایت کرده و گفته خوب کاری کرده که در واقع تونستیم ساخت بمب اتم از جمهوری اسلامی رو بگیریم. خبرهای دیگه اگر چیزی هست لطفاً نظرات خودتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. باز هم دارم میگم که لایک و کامنت و سابسکرایب شما برای من خیلی مهمه. این اولین ویدئوی من در این کانال خواهد بود تا تکلیف کانال قبلی من مشخص بشه. حتما پرسش و پاسخ انجام بدیم. توی کامنت ها برای من بنویسین. من باید این کانال رو یک کمی بیارم بالاتر تا بعد از اون بتونم دوباره لایف هام رو انجام بدم و با تحلیلگرای حرفه‌ای، کسایی که در واقع امید بخش حرفاشون، بتونیم ارتباط برقرار کنیم و لایف های خوبی رو بذاریم و این اتحاد ماست در کنار همدیگه که میتونه به سرنگونی جمهوری اسلامی کمک کنه. فکر میکنم تا اینجا کافی باشه. مرسی که تا این لحظه همراه ما بودید، دنبال کردید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. حمایت کنید، برای دوستانتون بفرستید. ما فقط همدیگه رو داریم و با همدیگه میتونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم و این اتحاد ما وصف ناشدنیه، چه برای خودمون، چه برای دنیا و چه در تاریخ. میدونم که همدیگه رو حمایت میکنیم تا این اتفاق بیفته و به همدیگه امید خواهیم داد. پس تا ویدئوی بعدی و اخبارهای بعدی و تحلیلهای بعدی و لایف هایی که در آینده خواهیم داشت، بدرود. پاینده ایران، جاوید شاه.